بردارا سلام علیک. امروز برف ترای همه جا ترما اومده ایستن. همین جایی خیفترین برای ما ترما ناومده است. ما جمع شدیم مردم همین دیهای لیرون که ترما را با دست ترما کنیم. برای که مکتب بچه ها مکتب میروند، بغیری مردم میروند میان خدای نخواسته نخواه یکون فوجیه سر نزنه. برای همین بچه ها قطعی مصلحت کردیم ترما کنیم. همینجا را ترما میکنیم اگر راه محکم میشه و با بلا موردگیم سه برداره که گفتن که میرین ترما میکنیم باید همینجا بروان. همین خیل بروان همین بلو پای همین بلو رای بلو ترما کنن. همینجا را مکتب بچه ها با همین راه میاین. همین خیل با همین دریاچه میگذرن، با همین خیف ترما میروان. اینا دو کسیگر روان کردیم که در سر راه بیستن نگاه کنن که یگون ماشین یگون آدم نیا در وقت ترما کردن یگون مشکلی نشود. اینا بچه ها رفته ایستن با همین پای یک ترماچه آمدگی های اینا با همین پای باید ببرن بالا بروان. هست راه طرفتر نه که دوره با دوری نرفتن با همینجا رفته ایستن. تو ترما رفتن یکم خیف های ترما بلو دیگه بی خیف میشه. میشه که ترما نکنی خودش کی میاد بیاید. شاید که نه سال گذشته ناومده بود. شاید که نه شاید که یکی گفته نمیشه. یگان علاج واقعه پیش از وقوع همه فکر قطعی ترما کردنی هستیم. این طرف هم ترما آمدگی های نه همش ترما هم بربار نگه همین جای خیف ما ناومده است. سال گذشته فقط همین جا اومد راست کپریک مون گرفت زد راه محکم کرد کمتر فقط این بلوی شوخ اومد دیگر جوش ناومدن. بچه هم حرکت دارن با دست با پاشون برف ترای سخت های حرکت کنی باز میبرن ترما میکنن. نه بچه ها رسیدن در ترما. ای ترما بالا که سخت تره و فیلم با بلوی ترما رفتن آسون تر میشه. ولی راه نیم نشده است. بای بلو رفتن نکره. انا با اینجا رفتن نکره. انا در بلوی ترما خیلی سبک شد. در بلوی ترما اومدگی برمادن خیلی کمتر میگوتن. اگر ترما بالاتر برن جا سیاه های. بچه هم خیلی حرکت کردن. بچه ها قریب مدن نیمی راه نیم نشده سولی راه خیلی دیگر مندگی های خلاوری ما در سر تیپا پوزیسیه شما گرفتن. نگه دارن که یگان آدم یگان ماشین نیان نگذره در وقت ترما کردن. انا بردارو قریب که ای نیم زود رفتن قریب کمی دیگر موندگی با اینجا نه باید همینجا باید بروند. آن همینجا اینا برادرها رسیدن در نقطه در کوری قریب. مقصد ای همه دو چیه؟ همین که راه شده باشه. در دهایی که راه نداری چیکار میکنی؟ چی زندگی در دهه؟ خواه تکنیکه داری خواه نداری راحت باید شده باشه. بازم تکرار میکنم که با قول معروف با قول مردمی مردم دهات اساسا این گپا میگن که اگر در خوجگی حمام حاجت خونه نداری بنا نیستی. مقصد ای بنا کی چی خوجگی جدا بودنی ته خوجگی نیستی. باید حمام داشته باشی باید حاجت خونه داشته باشی. گذشته از این در دهه اگر راه نداشته باشی چی دهه گفتنی ته چی صاحب دهه شدنی ته. بله انا همین خیلی ترما اومد.
یا برابر رفت آورد. نه خراب برایش که ترمان عجه خواهد خراب کرد آها یک خراب کرد نه اومد باگی دیگه یه عیب بوز بالاترشی بار تاب که با سنگ دیگه اومد کن خب اون آقا رزاد bayrak خراب رفی بیدنه تهران آنه ترمه کلون مدی یه واه باشو ترمه رو دیدی مدی سالیم یه نمی خاکش تا گندم یه واه این برادرها راه ما محکم دیگر راه نداریم فایده نداره روسانی برادرها همین قطعی ترمکنیم و تمام خاکار خوب کرده باشیم خاکار بد که دیگه میدونیم که کودکان بپروا میتونن که بروند مکتب بیاین نگرانی کمتره نگران هستیم یکی به هر حال نگرانی کمتره زنده باشی برادر عزیز در امان الله تا بازدید